وقایه از دیدگاه اسلام ای مخالف توکل نیست. بعض دوستای ما به این عقیده هستند که برو توکل ما بالای خدا. اونمو حدیث مشهور هم هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که با توکل اشتر زانو ببند. یعنی وقتی که شما اسباب اول تهیه کردین بعد از او توکل بکنین. ما مکلف هستیم به تهیه اسباب. پس به همین اساس پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث است که جایی که طاعون موجود باشد، او وقت به عنوان طاعون بود که حالی به نام ویروس کرونا است، خو اینمی آفات است، مرض است. به همین اساس دیگر جایی که موجود باشه شما در اونجا داخل نشوین. اینمی معنای وقایه را میته. و در جایی که موجود است و شما در اونجا باشین از اونجا بیرون نشوین. در اون وقت شما باز هم اسباب مهیا بکنین هم توکل کنین با خدا. پس به همین اساس ما به همه شهروندای خود به عنوان یک عالم دین توصیه میکنم که چیزی که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان توصیه میکنن و در از طریق رسانه ها به شما گفته میشن که شستن دستات، ماسک پوشیدن است و فاصله گرفتن است و دست دادن باید نباشه و روی بوسی نباشه و اینمی موضوعات های هستند که به عنوان وقایه به عنوان اسباب در مقابل از ویروس ما و شما باید داشته باشیم. ای که آینده چیزی صورت میگیره ما و شما اونمو تدابیر خود باید بگیریم. تدابیر وقایه خود در برابر از این مرض باید بگیریم. ای را باید نادیده نگیریم. ای حتما جدی است. ما شما هر روز میشنویم از طریق رسانه ها. ای رحم و فضل و مرحمت خداوند است که در این وطنی که ما شما هیچ اسباب ظاهری را نمیبینیم. دروازه افغانستان باز است، ولی ممالک پیشرفته ما شما میبینیم که هر روز چقدر اونا از این راستا مرگ و میر دارن و به این مرض مهلک اونها مبتلا میشن، ولی افغانستان باز هم این لطف و مرحمت خداوند است. ولی ما شما باید ای را جدی بگیریم و حتما در این راستا باید مواردی که وزارت صحت عامه برای ما شما میگن، علمای دین ما شما از طریق منابر میگن، ای را باید نادیده نگیریم. حتما بالایش